گویند که در دو طرف درب ورودی کاخ سلطان محمود 2 گدا نشسته بودند. یکی چاپلوس بود و هر کس که رد میشد از وزیر و وکیل و سلطان با چرب زبانی چیزی کاسب میشد، اما دیگری شخصی فروتن و ساکت بود. گاهی گدای چاپلوس به او میگفت: بنده خدا، مگر تو احتیاج نداری؟ چرا از این زبانی که خدا به تو داده استفاده نمی کنی؟ گدای دیگر همیشه جواب میداد که کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. یک روز شخصی به سلطان گفت: قربان، قضیه این 2 گدای دم در را می دانید؟ گفت: نه، اتفاقا می خواهم بدانم چرا همیشه یکی ساکت و دیگری پرحرف است. شخص گفت: سلطان به سلامت باشند، گدایی که ساکت است گاهی کلامی بر لب می راند که بهتر است از جلوی در او را رد کنید. سلطان پرسید: مگر چه می گوید؟ پاسخ شنید: عفو بفرمایید قربان، ولی به او می گویند چرا جلوی سلطان و وزیر احترام نمی کنی تا چیزی بگیری؟ او می گوید که کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. سلطان محمود که عصبانی شده بود گفت: حالا به او خواهم گفت که دنیا دست چه کسی است. سلطان فرمان داد که یک مرغ شکمپر برای شام حاضر کنند. مرغ را که آوردند، سلطان یک الماس خیلی ارزشمند داخل شکم مرغ گذاشت و گفت: ببرید برای گدایی که به ما احترام می کند تا رفیقش بفهمد همه کار چه کسی است. مرغ را برای گدای چاپلوس بردند، ولی از قضا آن شب وزیر هم یک بوقلمون برایش فرستاده بود و او شکمش سیر بود. به دوستش گفت: امروز چقدر کار کردی؟ پاسخ شنید: 3 سکه. گفت: بیا این مرغ با این که بیشتر از آن 3 سکه میارزد برای تو و در عوض سکه هایت را به من بده. گدای دیگر پاسخ داد که نمیخواهم. گفت: 2 سکه بده. جواب داد: نمیدهم. گفت: 1 سکه. گفت: نه. به هر حال با هم توافق کردند و آن مرغ را به گدای دیگر داد. لقمه اول را که خورد، الماس را دید. آن را گذاشت در جیبش و گفت: رفیق، شاید از فردا مرا ندیدی، ولی یادت باشد کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. فردایش سلطان دید گدای چاپلوس هست و دیگری نیست. گفت: بیاریدش داخل و از او بپرسید که رفیقت کجاست. گفت: دیروز همچین حرفی زد و امروز هم نیامد. سلطان با عصبانیت گفت: تو چرا دوباره گدایی میکنی؟ مگر من به تو تحفه ندادم؟ گفت: سلطان به سلامت باد. ولی چون بوقلمون وزیر را خورده بودم دیگر اشتهایی نداشتم و دادمش به رفیقم. سلطان محمود عصبانی شد و گفت: دست و پایش را ببندید و به قصر بیاریدش. در قصر به گدا گفت: بگو کارو باید خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. گدا این را نمی گفت و سلطان محمود می گفت: بزنیدش تا بگوید. همینطور که گدا را می زدند، سلطان خطاب به گدا می گفت: بگو کارو خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. و گدا نیز تکرار می کرد. بله، شاید در زندگی بارها و بارها این اتفاق افتاده که روزیتان را از کس دیگری خواسته اید و یا اینکه فکر می کردید حلال مشکلاتتان فقط پول است. بعضی یاد الله خواسته یا ناخواسته غافل شده اید. اما حالا به این سوال از ته قلب جواب دهید: آیا همانقدر که به یک کارمند بانک و فیش او اعتماد دارید، به الله نیز اعتماد دارید؟ آیا همانقدر که به فلان شخص تکیه می کنید، به همان میزان به الله نیز تکیه می کنید؟ چه خوب است که در زندگی به جای اینکه دستمان را جلوی فلان شخص دراز کنیم و خود را خوار و ذلیل کنیم، به جای آن از همان ابتدا به الله ذوالجلال مراجعه کنیم و از او بخواهیم که عوامل و اسباب رفع حاجت ما را فراهم کند و خواسته های ما را با لطف و کرمش مستجاب سازد. انشاءالله که با لطف الله ذوالجلال همگی ما معرفت پیدا کنیم که به الله خیش به چشم تکیه‌گاه و سرپرست نگاه کنیم و همیشه دستمان را به سوی او دراز کنیم. آمین یا رب العالمین. امیدواریم که این ویدیو برایتان مفید واقع شده باشد و اگر احساس میکنید که این ویدیو برای سایر افراد هم مفید هست، از شما میخواهیم که اون رو نشر دهید و همچنین نظراتتون رو در قسمت کامنت ها به اشتراک بگذارید تا انشاءالله با لطف الله کریم همگی ما بتوانیم در آگاه کردن سایر عزیزانمان نقش داشته باشیم. جزاکم الله خیر. التماس دعا.